سلام بچه ها، من یونام و امروز قرارم اتاقمون رو تمیز کنیم. اتاق من الان بیشتر شبیه کسافت. میدونم خسته و کوفته تازه از ورزش برگشتم، پس بیایم با هم اتاقم رو تمیز کنیم. لطفاً چون من دارم میمیرم. بچه اتاق من خیلی بخشای زیادی داره که هنوز مثلا کشوهام، کمدم، قفسم، لباسام و میزم و میز آرایشم. حتون بدم دوربینمه، لطفا بهش دقت نکنید. دوربین عکاسیمه. پانچ نمیدونم اینجا چیکار میکنه، مثلا خودم رو میخوام باش بازی کنم. بله یک کیف داریم توش پول پیدا کنیم. همین پول نیاز دارم. اوکی، دهنم سرویسه، خیلی شلوغه. عجبش میگه مشکلی نیست. آینه که آینش نیست. بچه ها بدلیل اینکه ویدیو قبلی کپی رایت خورد، این قسمت رو که آهنگه رو مثل اوقات بدون صدا میذارم که کپی رایت نخوریم. دفتر ایده ها نماشه کنم که ایده ای بود یهو به مغزم خطور کرد، در جا پاشم و بنویسمش. ماشاءالله. بچه به معنی واقعا من پاره شدم. نبین اینجا دارم میرقصم.
yes. این هست باز بهتون نشون بدم. از خودم عکس گرفتم. این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنین و زنگ برام بزنید که از ویدیو گذاشتن من با خبر بشین. تا ویدیو بعدی. خب جز اون 10 تومنی دیگه چیز دیگه پیدا نشد داخل کیفم. همون هم خوبه، اینقدر بد نیست. ولی خب بچه این ویدیو ادیتش خیلی سرسری زده شد، پس لطفاً حمایت کنین و بای.